تنها 6 ماه از ازدواجش می‌گذرد. با این کار بر روی دسترخوان خانواده‌اش غذا می‌آورد. هارون 19 سال دارد و یگانه سرپرست فامیل 6 نفری است که در گوشه از شهر کابل در یک تعمیر نیمه‌کاره مصروف ولدینگکاری است. کرایه خانه از بلبک است، مصارف خانه، بازار خب قیمتی هم 3 برابر شده تا که دیگه چیز جور نمیشه با ما. مجبور هستیم که بخیریم کار کنیم. 7 بجه جمعیم، پس 6 بجه 5:30 بجه شام میرم خانه. سرپرست وزارت داخله افغانستان روز قبل برای باشندگان کابل هشدار داد تا از خانه‌هایشان بیرون نشوند. کسایی که به صحت میرن، کسایی که به کار امنیتی دارن، کسایی که در میدیا هستند، کسایی که در مخابرات هستند، که سکتور مخابرات و کسایی که میوه‌جات و نان ضرورت داره، اینا استثناست. باقی تمام موارد چونی و مرض کشنده و خطرناک است، اینجا مراحت گپش خلاص است، جدی بند میکنیم کل راه‌های شهر. اما هارون میگوید جز این که کار کند و برای فامیلش نفقه تهیه کند دیگر چاره‌ای ندارد. باید از یک طرف نه یک طرف باید به مخانه یک لقمه نان ببرم، به خاطر که 5-6 نفر اعضای خانواده ما هستند. کارگرشان من خودم هستم، خانه ما کرایه است، دیگه تو اقتصادم هم صحیح نیست. با این هم در 2 روز قبل کم و بیش 10,000 شهروند افغانستان از پاکستان برگشتند. موج تازه مهاجرین برگشت کننده که بیشترشان به دنبال کار و گذران روزگارند، مسئولان را با چالش بیشتر در امر مبارزه با ویروس کرونا روبرو ساخته‌اند.